بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه صحبت‌های ما راجع به مطلبی که اخیراً از دکتر احمد ریسونی منتشر شده، رئیس پیشین مجمع علمی علمای جهان اسلام، که بشیر احمد عالمیار اون رو ترجمه کرده و کانون علمی فرهنگ بخارا منتشر کرده که بنده PDF رو از کانال اندیشکده کوثری دانلود کردم. به 4 تناقض موجود در این متن اشاره میکنه. اولین تناقض اینه که در صفحه 4 ریسونی میگه که آیا خداوند به ما اجازه بررسی و بازرسی سخنان زعما و شیوخ و پیشوایان را داده است تا در رفتار و احوال و نظریات و تعبیرات آنها به تفتیش بپردازیم و سپس حکم به اسلام و کفرشون صادر کنیم؟ بعد خودش پاسخ میده، میگه نه، هرگز چنین نیست و ما مکلف به بررسی این امور نیستیم. این خلاصه میگه که ما وظیفه نداریم که بیایم مثلا کلام مشایخ رو تفتیش کنیم بعد مثلا حکم تبدیع و کفر رو اینا صادر کنیم. این حرف رو کجا میزنه؟ در صفحه 4. اما خودش قبلتر تو صفحه 2 و 3 همین ادعای خودش رو نقض میکنه. چطور؟ در صفحه 2 چی میگه؟ میگه علما چه در گذشته ها و چه امروز برای زدودن تهمت تکفیر از مسلمانان تلاش‌های بیشماری را به خرج داده و کوشیدند تا پیروان این اندیشه، یعنی اندیشه تکفیر، رو با هشدارهای شرعی، موانع و ضوابط اصولی و قیود فقهی متوجه کنند و تلاش‌هایشون رو محدود کنند. یعنی اینجا داره میگه که علما برای تکفیر ضوابط وضع کردن. درست؟ بعد ادامه میده، میگه سخنان این علمای بزرگ، یعنی اینجا داره اقرار میکنه که این ضوابط توسط علمای بزرگ ارائه شده. سخنان این علمای بزرگ درباره قیود و ضوابط تکفیر سوالات و ملاحظه هایی را نزد من برانگیخته که تا هنوز برای من حل نشده و آن این است که سخن گفتن از ضوابط تکفیر، شرایط و قیود آن چنین می نماید که گویا تکفیر در اصل مشروع است و مطلوب است و صرفا نیاز به پایبندی ضوابطی مشخص و ویژه دارد. اینو تو صفحه 3 میگه. یعنی داره میگه که من نتونستم این حرف علما رو هضم کنم که مثلا اومدن ضوابط برای تکفیر گذاشتن. گویا این که مثلا تکفیر کار خوبیه، فقط ضوابطش باید درست باشه. اگه ضوابطش درست باشه اون تکفیر عیبی نداره. میگه من با همین گپ مشکل دارم. میگه در حقیقت تکفیر و تضلیل که روی دیگه تکفیره، یعنی مثل تکفیره، چیزی جز تکلف و سخت گیری بیجا نیست و در اصل بدعت و تعصب کورکوران است. اینو تو صفحه 3 میگه. خب یعنی بعد از این که تبدیع رو و تضلیل رو برای دیگران حرام کرد، خودش دست به تبدیع کسایی میزنه که به تبدیع باور دارن. متوجه شدید؟ یعنی میگه تبدیع کار خوبی نیست، بعد خودش تبدیع میکنه کسایی رو که به تبدیع باور دارن، میگن تبدیع چیزیه که باید باشه. کلام خودش رو نقض میکنه. خب سوال ما از جناب ریسونی اینجاست، اگر تو مأمور بررسی سخنان علما نیستی به اعتراف خودت، پس چرا ضوابط اونها رو بی اساس توصیف میکنی؟ میگه این ضوابط چرته، میگه این ضوابط رو من نمیتونم حذف کنم، بعد حکم بدعت هم براش صادر میکنی. اگر تبدیع بدعته، چرا خودت اونایی رو که به تبدیع باور دارن تبدیع کردی؟ یعنی ادعای او مبنی بر این که هر کس تبدیع کند مبتدع است، در واقع خودش تناقضه، چون این ادعا حکم بدعت رو به خودش برمیگردونه. مثال میگم خدمتتون، مثل اینکه این نفر بگه هر کس دشنام بدهد حرامزاده است. خب تو وقتی میگه هر کس دشنام بدهد حرامزاده است، تو خودت الان دشنام دادی. در حقیقت خود تو اولین مصداق قول خودت هستی. یعنی حرامزادگی به خودت برمیگرده، چون خود کلمه حرامزاده دشنامه. تو میگه هر کس دشنام بده حرامزاده است، خود تو حرامزاده ای. به علاوه مخالفان شیعه رو هم تضلیل میکنه. این اول میگه تبدیع کار خوبی نیست، بعد خودش تمام اول پستش مخالفای شیعه رو تضلیل میکنه. حالا میخونیم. تناقض دوم اینجاست. تناقض دوم اینه
اون معتقده که مشکل این نیست که ضابطه تکفیر درسته یا غلطه، بلکه مشکل اینجاست که اصلا تکفیر کار درستی نیست. و از اونجایی که اصلا تکفیر کار درستی نیست، پس هر نوع ضابطه ای هم برای تکفیر لزوما غلط است. میگه من نمیگویم تکفیر نمودن مسلمانان ضوابطی دارد که باید آنها را رعایت کنیم، بلکه بدین باورم که چنین پنداشتی جز نوعی تکلف باطل و نهی شده چیزی بیش نیست که از اساس و ریشه نادرست می باشد. و بعد میگه که تفتیش معتقدات مسلمانان به صورت تفصیلی بدعتی است که معتزلیان ابداع کردند و جزء روش و سنت اسلامی شمرده نمی شود. بعد میگه چی؟ میگه کسانی که برای این متکلفین تکفیر مسلمانان را با ضوابط برساخته جایز می‌دانند، مانند کسی هستند که خوردن شراب و مال غصبی را با وضع ضوابط جایز می‌شمارند. یعنی حرفش اینه، میگه اگر شما میگید که تکفیر با ضوابطش عیب نداره، مثل میمونه که بگید شراب عیب نداره به شرطی که ضوابطش باشه، شروطش باشه. یه همچه قیاسی میکنه، یه قیاس بی سر و ته. اما تناقض عقیدهش چیه؟ نقطه شاهد ما اینه. تناقض عقیده اون اینه که اتفاقا خودش در همین پست برای تکفیر ضابطه تعریف کرده. یعنی الان داره به ما میگه اصلا تکفیر نباید باشه که ضابطه داشته باشه. خود ضابطه تکفیر هم غلطه. ضابطه تکفیر هم دردی رو دوا نمیکنه. ما که نمیگیم که آقا تکفیر بکنید ولی به شرط اینکه ضوابط و شروط و اینهاش، نه میگیم اصلا تکفیر نکنید، اصلا ضابطه براش نسازید. ولی خودش تو همین پست اومده چیکار کرده؟ ضابطه داده. مثال میگه منهج معتمد و مقرر نزد اهل سنت این است که آنها جز کسانی که خیش را کافر میدانند تکفیر نمی کنند. حرف دروغ، کذب محضه. حالا کاری نداریم، بالاخره این حرف خودش ضابطه است. تو میگی ضابطه تعریف نکنی برای تکفیر، خود این ضابطه است دیگه. تو میگی هیچ کس کافر نیست مگر اینکه خودش را کافر بداند. خب ضابطه شد دیگه، ضابطه شاه و دم که نداره. بعد یه جای دیگه چی میگه؟ میگه هیچ فرد یا طایفه ای را تکفیر نمی کنیم مگر کسی که خودش کفر خود را اعلان نموده و یا خداوند متعال او را به کفر توصیف نموده باشد. این خودش ضابطه است. تو میگه همون کسی کافره که یا خودش رو کافر کرده باشه که اعلان کنه که من کافر هستم، یا اینکه خداوند او رو به کفر توصیف کرده باشه. این ضابطه است. بعد میای میگی ضابطه وضع کردن برای تکفیر بدعت. بعدم میای میگه که هر کس تبدیع کند خودش مبتدعه. تناقض بالات، یعنی اولین صفحه آخرین صفحه رو نقض میکنه، وسط پست اولشو نقض میکنه، آخرشو نقض میکنه، سر و ته پست وسطشو نقض میکنه. بعد این کیه؟ رئیس پیشین مجمع علمی علمای جهان اسلام. خاک تو سر جهان اسلامی که اینها بشن مجمع علمیش. یعنی فقط و فقط درد اینا اینه که آسمون رو به زمین بدوزن که شیعه رو تبرئه کنن. حالا ما دعوایی با شیعه نداریم، یعنی اینجا بحث سر اینه. آقا تو میخوای با شیعه وحدت کنی، بگو من میخوام با شیعه وحدت کنم. کسی جلوتو نگرفته. تو اگر میدونی که به فایده مسلماناست، به فایده جهان اسلامه، اصلا با یهود و نصارا وحدت کن. لکن این که تو بیای جرم اونا رو ماسمالی کنی، حالا میرسیم بهش که بعد کجا رو میچسبونه به کجا. قضیه ابن حجر و نووی، مثلا قضیه ابن حجر و نووی شده وسیله تبرئه شیعه. خلاصه وقتی تو میای میگی هیچ کس کافر نیست مگر اینکه خودش را غیر مسلمان بداند، وقتی میای میگی هیچ کس کافر نیست مگر اینکه خداوند او را به کفر توصیف کرده باشد، همین حرفا ضابطه است. چطور تو حق داری برای تکفیر و تکفیر نکردن ضابطه تحمیل کنی به دیگران، برای تبرئه شیعه ضابطه درست کنی از پیش خودت، ولی مسلمان حق ندارن؟ یعنی به صرف اینکه تو رئیس نمیدونم کجای جهان اسلام هستی دیگه، تو هر حرفی دلت میخواد بتونی بزنی، اختیار داری، ولی مردم سنی ها مسلمان حق ندارن در مورد شیعه بگن بالا چشم ابرو.
این شیعه سیاسی که ما میگیم شیعه که نباید حتما صبح تا شب بزنه تو سر خودش حسین کنه، اینم شیعه است. اگه اونا شیعه حسینن، تو شیعه خمینی، تو شیعه خامنه‌ای، تو شیعه مجتبی. خلاصه ریسونی بر اساس فتوای خودش در واقع مبتدعه، چون اولا تبدیع کنندگان رو تبدیع کرده، مثل اون بابایی که میگه هر کس فحش بده خودش حرومزاده است. خود تو هم حرومزاده ای. من معذرت میخوام از این تعبیر استفاده میکنم، ما داره مثال داریم میگیم مغلطه شما مثل مغلطه ایشونه، تناقض شما مثل تناقض ایشون. تناقض سوم، ایشون میگه که ریسونی میگه با این حال آنچه گذشت مربوط به نقد اندیشه ها و دیدگاه ها و اجتهادهای دینی و بررسی آنها از جهت تأیید یارت نیست، چرا که این کار ضروری است و هیچ اشکالی در آن نیست، بلکه اگر با دانش، ادب و اخلاص انجام شود موجب پاداش نیز خواهد بود. آنچه ممنوع و خطرناک است صادر کردن حکم کفر و گمراهی بر مسلمانان است، چه به صورت فردی باشد و چه گروهی، چون این کار نوعی تکلف و تجاوز کردن است، چیزی که خداوند هیچ دلیلی بر آن نازل نکرد. ببینید اول اومد این بحث رو مطرح کرد، گفتش که شما، منظورش خود تیمی هاست، میگه که شما میاد در مورد علما اینطوری صحبت میکنید و فلان میکنید. خب میدونید عادت تیمی ها اینه که علمای چهار مذهب رو، در واقع بسیاری از علمای چهار مذهب رو، نه همشون رو، قبول ندارن و خیلی اعتراض های زیادی برشون وارد میکنن. خب ایشون رو درد اومده از این جهت که طبیعی هست، ولی به نظر من دردش از اینجا نیست، دردش از شیعه است. یعنی که دردش این نیست که شما چرا مثلا ابن حجر و نووی رو تکفیر میکنید و نمیدونم تضلیلش میکنید و بالا چشم ابرو میگید رو، یا تفتیشش میکنید به قول خودش. بحث اون تفتیش و تضلیل و فلان ابن حجر و نووی نیست، در اصل بحث اون بر سر شیعه است. یعنی دردی که او داره ازش میسوزه از شیعه است، یادتون باشه. لکن اونجا اومد این همه حرفا رو زد، گفت آقا شما کی باشید که در مورد علما صحبت کنید؟ تناقضی که اینجا وجود داره اینه، اینجا داره از درد ادب و اینها صحبت میکنه. میگه نه، انتقاد کنید، اعتراض کنید، ولی با ادب باشه، با مثلا تکفیر نباشه و فلان، با تضلیل و با تبدیع و اینها نباشه. ولی خودش مخالفین خودش رو با بدترین اوصاف تضلیل میکنه، از ادب صحبت میکنه، میگه تضلیل نکن، تبدیع نکن، تکفیر نکن. بعد خودش میخونم برای شما چی میگه. اول پستشه به اصطلاح. بعد از آغاز حملات دشمن صلیبی صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، موجی از فتواها و موعظه های تکفیرگرایانه از جانب برخی به اصطلاح دعوتگران، منظورش تیمی هاست غالبا، به اصطلاح دعوتگران ضد مسئولین علمای ایرانی و در کل علیه همه شیعیان اعم از ایران، لبنان، عراق و یمن صادر شد و در پی آن گفتمان تکفیری که بر پایه فرقه گرایی استوار است و زبان آن آکنده از حقد، نفرت و مملو از کینه های کورکورانه می باشد زنده شد و جان دوباره گرفت. یعنی در توصیف مخالفان خودش به جای بحث علمی، به جای صحبت مؤدبانه و محترمانه به قول خودش، اونها رو با چه اوصاف زشتی توصیف میکنه؟ تکفیرگرا، فرقه‌گرا، حقاد، نفرت پراکن، کینه توزی کورکورانه. و جلوتر چه نسبت‌هایی داده بود؟ بدعت، تعصب کورکورانه، متکلف، سختگیری بیجا، زورگویی، تحمیل عقیده، جایز شمردن شراب و مال غصبی. همین اتهامات رو وارد میکنه. بعد میگه نقد اگر با ادب باشد، همونطور ادبی که تو داشتی، گفتی علما که تبدیع میکنن خودشونو مبتدعن، این ادب تو اینه دیگه. این همه برچسب، بحث علمیت کو؟ تو میخوای نقد اندیشه ها کنی؟ تو میخوای نقد اجتهادهای دینی کنی؟ تو که زدی علما رو گفتی اینا مبتدعن، که گفتی اینا افراطگرا، فرقه‌گرا، کینه‌توز، حقاد، متعصب کور، متکلف، سختگیر.
این همه نسبت دادی به علما، بعد میگی که این علما ابن حجر و نووی. تو چی گذاشتی؟ به خاطر چی همه این مغلطه و سفسطه و آسمون رو به زمین بدوز و اینها؟ به خاطر شیعه، به خاطر تطهیر شیعه. و اتفاقا همین تناقض چهارمه. تناقض چهارم اینه که ریسونی در ابتدای صحبتش از مخالفان شیعه شکایت میکنه، غر میزنه که چرا در مقابل شیعه موضع خصمانه میگیرید. بعد برای زشت نمایی مخالفان شیعه قضیه رو میچسبونه به کجا؟ به نووی و ابن حجر، به اشعریت و جریان تیمی ها. چرا؟ چون میخواد آب و گلالود کنه، بتونه ماهیشو بگیره. خبرم نداره که با تطهیر شیعه تا کمر تو گل فرو رفته. چرا؟ چون اگه حیثیت ابن حجر و نووی اهمیت داره، خب حیثیت حضرت معاویه به مراتب اهمیتش از اونا بیشتره. چون صدها ابن حجر و نووی اهمیت و فضیلتشون به گرد پای حضرت معاویه نمیرسه. توجه کردید؟ بنابراین اگر نفرت از حضرت معاویه یه چیز قابل چشم پوشیه، پس نفرت از کسایی که نه تابعین، نه حتی تبع تابعین، نه حتی تبع الاتباع هستن، به طریق اولا قابل چشم پوشیه. در واقع ریسونی با برجسته کردن قضیه ابن حجر و نووی از یه طرف و تطهیر شیعه که از معاویه متنفرن از طرف دیگه، گرفتار تناقض شده. خب تو داری میگی که نووی و ابن حجر رو تکفیر نکنید، فلان نکنید، بهمان نکنید. خب این شیعه حضرت معاویه رو مثلا متنفر از تکفیرش میکنه، حضرت معاویه رو تکفیر میکنه. اونایی که از ابن حجر و نووی متنفرن همشون تکفیرشون نمیکنن، حتی همشون تبلیغشون هم نمیکنن. یعنی ما یک جریان تیمی داریم که من اسمش رو گذاشتم جریان تیمی های نووی، سلفی های نووی، حالا اونطوری که اسم خودشون گذاشتن سلفی. یعنی ما حتی تیمیه داریم که به خاطر قضیه نووی تیمیای دیگر رو تکفیر میکنن. این از یه طرف. با اون وقت شیعه رو داریم، شیعه کی رو تکفیر میکنه؟ حضرت معاویه رو، صحابی رو تکفیر میکنه. اونم چه صحابی؟ حضرت معاویه. معاویه رو بذار یه کفه ترازو، ابن حجر و نووی و 100 تای دیگه مثل ابن حجر و نووی بذار کفه دیگه ترازو، برابری میکنه؟ بی انصاف. بعد سنگ شیعه رو به سینه میزنه، غر میزنه. آخ که یه سری اومدن شیعه رو تکفیر میکنن، آخ که یه سری اومدن شیعه رو تذلیل میکنن، آخ که یه سری به طبل مخالفت میکوبن. شیعه شده همه چیز، شیعه شده امام. کاش قضیه امام نووی، امام ابن حجر میبود. نه، قضیه ابن حجر هم نیست، نووی هم نیست، قضیه امام خمینیه، قضیه امام خامنه‌ای، قضیه شما امام مجتبی‌تونه. خجالت بکشید. گوش ما از همین ابن حجر و نووی پره. میدونی چرا؟ چون میدونیم که درد شما این نیست، درد شما امام خامنه‌ای. ما گفتیم توجه کنید، اگر یک نفر حرف حسابش اینه که در مقابل اسرائیل ما خوشحال هستیم به پیروزی ایران، خب یک دیدگاه سیاسیه، مبارکت باشه. لکن اگر تو بخوای به خاطر این موضع سیاسیت تشیع سیاسی به راه بندازی، به زور از مردم بیعت بگیری، به زور بخوای به تحمیل کنی که خامنه ای امام است، این چیزیه که ما اسمشو گذاشتیم تشیع سیاسی. این بدبخت امیدوار بود که با مشغول، یعنی ذهنیت این شخص خلاصه این بود که تیمی ها و اشعری ها رو به جون هم دیگه بندازه تا قضیه شیعه رو ماسمالی کنه. در واقع منطق این شخص اینه که اگر شما مخالفای شیعه میخواید ضابطه تذلیل و تکفیر رو بر شیعه ها تطبیق بدید، مجبورید اون رو بر خودتون هم تطبیق بدید. یعنی اگر شیعه به دلیل فلان و بهمان کافر است، خب توی تیمی هم باید بزنی اون اشعری رو تکفیر کنی، اون اشعری هم باید بزنی توی تیمی رو تکفیر کنی. درسته؟ پس شما سکوت کنید در این قضیه، یعنی عمق کلامش همینه ها. چرا؟ وگرنه شما فکر کن اصلا بحث رو با ایران شروع کرد، بعد اومده قضیه رو چسبونده به ابن حجر و نووی. چه ربطی داشت؟ حرفش همینه، میخواد بگه که
اگر قرار پرونده تکفیر شیعه باز بشه، پرونده تکفیر خیلی های دیگه باز میشه. و اینه دقیقاً همون چیزی که ما بهش میگیم تشیع سیاسی. به خاطر مسائل سیاسی، به خاطر حمایت از ایران میاد انگشت میذاره روی چی؟ روی اختلاف بین تیمی‌ها و اشعری‌ها و غیره و غیره. تشیع سیاسی یعنی تطهیر و حمایت از شیعه ولو به قیمت تخریب اهل سنت.